فیه القرآن وافترضت علی عبادک فیه الصیام صل علی محمد و آل محمد. السلام علیک یا بنت موسی بن جعفر، السلام علیک یا سیدتی و مولاتی یا فاطمه المعصومه. مشهد حرم مطهر سلطان است، قم مرقد پاک بانوی باران است. گویند که حد فاصل این دو حرم بین الحرمین کشور ایران است. السلام علیک یا ابوالحسن یا علی ابن موسی ایها الرضا یا ابن رسول الله. سلام مردم، هم نفس یاد خدا، مسافرای بهشت. الهی کارتون خوب باشه، طاعات قبول باشه. چهارشنبه یاد خدا رو در ماه مبارک رمضان امام رضایی شروع کردیم. خوش به حال ما که در این بین الحرمین کشور ایران هستیم، حیران هم هستیم. وقتی میایم قم دلمون برای امام رضا جان تنگ میشه، برادر این حضرت کریمه. وقتی میریم مشهد دلمون برای این صحن و بارگاه و خانم فاطمه معصومه سلام الله علیها تنگ میشه. و یه چیزی مثل شبیه بین الحرمین امام حسین که گاهی پیش از عباس گاهی پیش امام حسین علیهم السلام. الحمدلله رب العالمین. هر چی تو مملکتمون داریم از دولتی سر این خواهر و برادر این خورشید و ماه تابان هست. و گفتش که رزق کبوتران خراسان و قم نبود ما این همه مزارع گندم نداشتیم. الحمدلله رب العالمین. انشالله که قدردان باشیم بیش از بیش. خب برنده روز گذشته ما آقای علی اصغر محبی عزیز از قم هستند. یا فکر نکنید چون قمیان پارتی بازی شده، این داستانا نیست. خیلی دقیق و حساب شده و با همراه با عدالت و عادلانه بچه‌ها قرعه کشی میکنن. 923 دو شماره آخر 1267. عرضم حضور شما که امروز هم عبارت چشم نواز یا معصومه رو به 301122 میتونید ارسال بفرمایید. مثل آقای علی اصغر محبی شما هم یک هدیه که پرچم متبرک این آستان مقدس هست رو دریافت بکنید. بدون فوت وقت، یه ذره برنامه دیر شروع کردیم، من یه مقدار با دور تون دارم صحبت میکنم، عذرخواهی میکنم. بریم نظر خدمتمون رو ببینیم. فکر میکنم یکی از وکلای عزیزمون هستن، چجوری خدمت میکنن به نیت خانم. برمیگردیم به گفتمون شروع میکنیم. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحیم. محمد حمید منتظری، وکیل پایه دادگستری هستم با 11 سال سابقه وکالت. در روند پرونده هامون ما سعی میکنیم که در وهله اول بین طرفین صلح و سازش ایجاد کنیم و اگر صلح و سازش نشد و طرفین نخواستن که با هم صلح بکنن، از موکلمون به میزانی که حقش هست دفاع میکنیم. انشالله که برای هیچ کس مشکل حقوقی پیش نیاد، اما با توجه به اینکه بعضی از مردم ما دارای مشکلات حقوقی هستند و نیازمند مشاوره وکیل هستند، من و سایر همکارانم در دفتر حقوقیمون تصمیم گرفتیم و نذر کردیم به نیت خانم فاطمه معصومه روزهای یک شنبه مشاوره رایگان به کسانی که متقاضی هستند ارائه کنیم. ما همه در پناه اخت الرضاییم. خدا الهی که برکت بده به رزق و روزی هر کسی که در مسیر خیر قدم برمی‌داره، به نیت رضای خدا و بنده های خدا خدمت میکنه به خلق الله عیال الله. انشاءالله در دو دنیا مأجور باشن به حق حضرت کریمه. این عزیزمون هم که دیدیم انشاءالله مشمول این دعای خیر باشن. خب از یک خواهر و برادر عزیز و نازنین و استثنایی یاد کردیم، امام رضا جان و حضرت معصومه علیهم السلام. یک خانم و یک آقا، یک بانو، یک مرد. موضوع برنامه‌مون هم بی ارتباط با این ماجرا نیستش. به نظر میاد توی دنیا
دو تا نگاه وجود داره به زن و مرد در حوزه تکالیف، حقوق و نقش هایی که توی خانواده و جامعه ایفا میکنن. یک نگاه تساوی و برابری جنسیتی هست، یک نگاه هم نگاه عدالت جنسیتی. ما توی این یاد خدا میخوایم ببینیم قرآن کریم که الان داریم بهارش رو نفس میکشیم، با هم لذتش رو میبریم، کدوم یکی از این دو نگاه رو تایید، تصدیق و تبیین میکنه. متخصص و بلد راهمون هم در این مسیر کسی نیست جز حجت الاسلام و المسلمین تراشیون عزیز که مثل 2 روز گذشته قدم به چشم من گذاشتن. خیلی هم از این بابت خوشحالم. آقا سلام عرض کردیم، قبول باشه، خوش آمد. سلام علیکم و رحمت الله. مخلص. بسم الله الرحمن الرحیم و الحمدلله رب العالمین. درود میفرستم بر نبی مکرم اسلام و اهل بیت آن پیامبر بزرگوار. عرض ادب و احترام هم دارم محضر یکایک شما همراهان بزرگوار. امیدوارم انشالله مطالبی که تقدیم حضور میشه در این برنامه برای یکایک شما قابل استفاده باشد انشالله. الهی آمین انشالله. از هر جایی سلام میدونی، من طرح موضوع کردم، فقط به نظرم نیاز هستش که یه تعریفی از برابری و عدالت، تساوی، برابری و عدالت ارائه بفرمایید، تفاوت‌هاش اینا، بعد بتونی بهتر بحث به هم جا بیفته. ببینید شما یه موقعی تصور بکنید یک دنیایی رو که همه چیزش قرار بود یک شکل و یک اندازه و برابر باشه. آدما همه یک شکل بودن، یک قیافه بودن، قداشون یک جور بود، یه جور لباس می پوشیدن، خونه‌ها همه یک شکل، ماشینا همه یک شکل. الان متاسفانه دارم به این سمت میرن، ولی با همه این تفاصیل میبینید نمیشه باز. نه شدنش که نمیشه. یعنی امروز شما در یک دنیای زندگی میکنید تنوع و تفاوت‌هاش قشنگه. حتی 2 تا درخت وقتی از زمین میروین با هم دیگه میکاریمشون رشد میکنن کاملا متفاوت. یعنی خود این تفاوت یک لطف الهیه. هر کسی و هر چیزی اثر انگشت خودشو داره. بله. لذا شما در آیات قرآن هم میبینید که نمیتونید 2 انسان رو پیدا بکنید که سرانگشتان شبیه هم داشته باشن. حالا منهای اون اصلا لطف حیات انسان، زندگی انسان به همین تفاوت هاست. گاهی اوقات شما نگاه که میکنیم این در نظام آفرینش و خلقت هم خداوند متعال نسبت به خلقت انسان ها همین امر رو مورد توجه قرار داده و این عین عدالت الهیه. شما تصور میکنید الان در دنیا همه مرد آفریده میشدن یا همه زن آفریده میشدن، آیا واقعا این دنیا این شکل و شمایلی که امروز داشت رو داشت؟ خیلی. یعنی شما نگاه میکنید خیلی کارها زمین میمون، برخی کارها با روحیات خانما. یه موقع آقای بود معمار بود در شهر اصفهان، من رو دید داشتم بحث‌های خانواده میکردم، بعد از جلسه به من گفت آیه تراشون من یه جمله حکمت آمیزی به شما بگم. گفتم بفرمایید. گفت این خانم‌ها اگر نبودن ما مردها هنوز غارنشین بودیم. یعنی ویژگی ها و دیدم کاملا هم درسته. اون روحیه لطیف زن، روحیه جذاب زن، روحیه تنوع‌خواه زن انسانها را اصلا در یک مسیر تکامل و رشد و ابداع و اختراع قرار داده. همینطوره. شما الان تصور بکنید، من یا موقعی حالا اینو به شوخی میگم، برخی مواقع خوابگاه‌های دانشجویی یا حجره‌های طلبه‌ها که میریم ببین آدم خیلی برخی چیزا براشون مهم نیست، مثلا شیشه مثلا اون خوابگاه رو با روزنامه چسبونده، مثلا میشینی برای چای میارم میگه آقا ببخشید ما لیوان دیگه وقت نکردیم بریم بخریم، تو همین شیشه‌های مربا مثلا چای میریزن میارن. یه موقع یادم یه هیئتی رفتم در یه شهری، ماه مبارک رمضان هم بود اتفاقا، معمولا بعد از افطار آتش و اینها هم من ستوان اون موقع در فصل بهارم ماه مبارک رمضان بود، اون منطقه یه مقدار منطقه گرمسیر بود. من رفتم سر منبر نشستم، دیدم که این آقایی که متصدی کارهای منبر و اینا had یه بطری آب دربسته کوچیک بود رو پله اول منبر. حالا من اون بالا آتش هی نگاه میکنم که حالا من باید با این بطری چیکار کنم؟ دارم سخنرانی میکنم، میکروفونو بزنم کنار، بیام پایین بطری رو برم جلوی جمعیت درش رو باز بکنم.
دقیقاً همون ایام بود یه هیئتی رو هم رفتم، کلا مدیریتش در اختیار بانوان بود، صرف تا صدش در اختیار اونها بود. حالا این فضاسازی داخل هیئت چقدر جذاب بوده اینا رو کار ندارم، ولی رفتم نشستم سر منبر، دیدم که یه لیوانم نگیم، یه دونه از این ماک های دسته‌دار خیلی قشنگ آب ریختن تو، چند تا قطعه بهار نارنج هم تو این آب انداخته بودن، قشنگ عطرش به مشام میرسید، یه برگ گل هم انداخته بودن روی این آب. خب ببینید این ویژگی عاطفی بودن، احساسی بودن، بعد جزء نگر بودن خانم ها. ما اینا رو خیلی توجه نداریم. حالا ببینید این دوتا جنس همونطوری که در قرآن هم بهش اشاره شده قرار کناری دیگر تکامل کامل کنن هم دیگر. ببین لحاظ انسانی جفت برابرن، هیچ فرقی نمیکنه. من یه سوالی رو بینندگان حضار محترم بپرسم، جوابم نمیخوام دیگه چون جوابش معلومه. آیا دو نیمه سیب اینا کاملا شبیه همن؟ میبینیم نه، شاید 10 ها واقعا تفاوت داره دو نیمه سیب با هم. دو نیمه صورتمون تو آینه دقت بکنیم کلی با هم دیگه تفاوت. بله. همین راست و چپ بودنش خودش تفاوته دیگه، نمیتونی شما دقیقا اون نیمه رو بیاری. ولی اینا وقتی کنار هم دیگه قرار میگیرن یه تکاملی رو بهش میرسن. دقیقا اسلام حرفش همینه، میگه ما این دو جنس را آفریدیم برای رشد و تکامل و این را هم عین عدالت میدانیم. این عدالته. خب اگه موافق باشید ما تا اینجا نگه داریم. متوجه شدیم نگاه اسلام به این ماجرا کدوم رو تایید میکنه، تبیین بیشترش رو حتما از شما میشنویم. یه فاصله بگیریم، تو این فاصله یه ذره نور بگیریم از یکی از ستاره های درخشان حرم هست آیت الله علوی گرگانی رضوان الله علیه از مراجع بزرگ اعزام تقلید. شرفیاب بشیم محضرشون. برمیگردیم گفتگومون ادامه میدیم. بسم الله. بفرمایید. ببخشید. نخواهش. سید محمد علی علوی حسینی گرگانی در خرداد 1318 در نجف اشرف دیده به جهان گشود. پدرش آیت الله سید سجاد علوی گرگانی از بزرگان دینی منطقه گرگان بود. سید محمد علی در 7 سالگی همراه پدرش از نجف به تهران آمد و نزد ایشان علوم و فقه مقدماتی را آموخت. وی در حوزه علمیه قم ظرف 4 سال دروس سطح حوزه را به خوبی فرا گرفت. علوی گرگانی در حوزه قم از محضر آیات اعظام بروجردی، امام خمینی، سید محمد محقق داماد، شیخ مرتضی حائری یزدی و سید محمد رضا موسوی گلپایگانی توشه های علمی فراوان گرفت. این فقیه مجاهد بیش از 30 سال دروس اجتهاد را در حوزه قم تدریس نمود و شاگردان زیادی پرورش داد. آیت الله علوی گرگانی در جریان نهضت انقلاب اسلامی به رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه همراه و همگام امام بود. وی در دوران دفاع مقدس بارها تدریس خود را تعطیل کرد و در جبهه‌های حق علیه باطل حضور یافت. از این عالم مجاهد بیش از 60 اثر ارزنده علمی به جا مانده است. ساخت مساجد حسینیه، درمانگاه و صندوق قرض الحسنه در نقاط مختلف کشور از جمله کارهای عام المنفعه این فقید سعید است. آیت الله گرگانی از جمله بزرگانی است که قائل به شهادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها بود. سرانجام آیت الله العظمی سید محمد علی علوی حسینی گرگانی در 24 اسفند 1400 شمسی در قم دعوت حق را لبیک گفت و به دیدار معبود شتافت و پس از تشییع با شکوه در گرگان قم در 26 اسفند در رواق بالا سر حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه علیها السلام به خاک سپرده شد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تقدیم به محضر از آیت الله علوی گرگانی انشاءالله که محضر امام رضا جان خواهر کریمشون مهمان و دعاگوی همه ما باشن انشاءالله. من یه بار خدمتتون عرض بکنم 3011-22 سامانه پیام کوتاه ماست که شما زحمت بکشید. بله
عبارت یا معصومه رو برای این سرشمار ارسال می‌فرمایید و انشالله به قید قرعه پرچم متبرک آستان مقدس رو تقدیم محضر شما خواهیم کرد. اول برنامه فرمودین که اگه همه چیز شبیه هم بود، من عرض کردم دارن شبیه هم میشن. اتفاقا در همین راستاست، یعنی تبلیغات تفکر غربی در حوزه برابری حقوق زن و مرد فارغ از توجه به روحیات و خلقیات و فطرت متفاوتشون باعث میشن زنان و مردان رو به سمت همدیگه سوق بدن. یعنی مرد بگه من میخوام شبیه زن باشم، حقوق برابر، همه چیمون مساوی عین همه، زن هم همینطور، همه زنها شبیه یکی از عواملش به نظرم میتونه این باشه. ببینید دقیقاً غرب داره همین کار رو رقم میزنه، یعنی به زن میگوید شبیه مرد شو. بله بله. و رو این داره کار میکنه، یعنی این به دنبال برابری برای زنان در برابر مردها هستن. با شعارهای خوشگلی هم این کار رو میکنه. مثلا یکی از شعاراش همون فمینیسته. فمینیست مثلا شعارش این بود که ما حق مساوی میخوایم همانند مردان. اما آیا واقعا این میتواند اثرگذار باشه، میتونه زن رو رشد بده؟ ما اون چیزی رو که در غرب میبینیم نه. یعنی زن میاد تو محیط بیرونی میخواد شبیه مردها رفتار بکنه، ولی داره با غریزه و فطرتش مبارزه میکنه. بعد چه اتفاقی میفته؟ دچار یک انفجاری میشه. امروز چرا ما مثلا در کشورهای توسعه یافته به شدت آمار بالای خودکشی در میان زنان، افسردگی، مصرف داروهای آرامبخش، زن شما امروز بالاترین میزان مصرف داروهای آرامبخش رو در کشورهای توسعه یافته اونم برای بانوان میبینید داره اتفاق میفته. اینی که ما اونها رو از اون جایگاهشون خارج کردیم، از اون فطرتشون خارج کردیم، آوردیم تو یک جایگاهی که غیر از اونه. شما باورتون میشه الان بنده گاهی تو مشاوره خانم میاد شاغله، خیلی فشار زیادی روشه. توصیه من به نظرتون بهشون چیه؟ من یکی از توصیه میگم آشپزخانه تراپی. بعد اصلا آشپزخانه درمانی. بری مدت اصلا خونه ظرفشون مقید باش، سبزی رو با سرپنجه‌های خودت پاک بکن، ببین چقدر حس خوبی میگیری، چقدر آرام میشی. آماده نخر خودت. یا بچت رو یه موقعی با بچت خلوتی بکن، قربون صدقش بشو، لالایی براش بخون، بغلش بکن، به جای اینکه این لذت‌ها رو دیگران ببرن که اونام نمیبرن. یعنی شما ببینید آقای جان گیلدرمن یه کتابی داره تحت عنوان گهواره‌ها رو چه کسانی تکان میدن. یعنی این رو ما مادران گرفتیم بردیم توی مهدای کودک، شیرخوارگاه‌ها، اونجا اونام لذت نمیبرن و این لذت رو نه من مادر میبرم نه کس دیگر. این بچه هم بزرگ میشه با 1000 نوع بیماری و هنجار شکنی. خب باید چی کار کرد؟ یه مقداری ما بدانیم. ما نمیخوایم بگیم زن نباید کار بیرون بکنه، قطعا ما نیازم داریم. حقیقتا من گاهی در میان بانوان میگم ببین ما به عنوان یک جامعه، من نوعی نه جامعه رو میگم، حاکمان به حضور شما نیاز دارن. یعنی شما پرستار باید بشین، دکتر باید بشین، معلم باید بشین، گاهی حتی آتش نشان باید بشین. یه موقعی خانم آتش نشان رو برده بودن در تلویزیون، میگفت چی شد که در جمهوری اسلامی اولین بار به فکر این افتادن آتش نشان زن داشته باشن. گفت اوایل انقلاب یه استخر زنانه آتش گرفت، هیچ زنی نبود، مردها مجبور شدن ورود پیدا کنن. یا الان گاهی اوقات میبینیم مثلا خونه گاز گرفتگی خدای نکرده اتفاق میفته. خب شب معلوم نیست وضعیت این مرد زن تو محیط خونه چطور، محیط راحتشونه دیگه. نه اول آتش نشان زن رو میفرستن، او اول بالاخره یه بازدیدی میکنه، نیاز کاوری بکنه، کاری بکنه، بعد مردها ورود پیدا. ما نیاز داریم به حضور زن، ولی این به معنای نیست که هویت زن رو ازش بگیریم یا هویت مردانه بدیم. اولویت بخشی نباید بشه این ماجرا. و دقیقاً اون جایی که او ورود پیدا باید بکنن، همون جایی که باز هویت زنانه رو ما بهش نیاز داریم. معلم دختران ما باشه، پزشک برای بانوان ما باشه، پرستار برای خانم ها باشه. اینو دقیقاً بهش نیاز داریم. اینم با هویت زنانه شاید ناسازگاری چندانی نداشته باشه، ولی اونا میگن نه بیا زن بره تو معدنم کار بکنه مثل مرد.
نمیدونم بیاد شغل‌های مردانه داشته باشه، مهم نیستش، مگه حق برابر نمیخواد؟ بعد عجیب یه اتفاقی امروز تو دنیا افتاده. میدونیم فمینیسم 4 مرحله رو طی کرده. مرحله اول مطالبه گری و اعتراض، مرحله دوم به بخشی از خواسته هاشون دست پیدا کردن، مرحله سوم آسیب هایی که به زنان رسید، مرحله چهارم که الان داره سپری میکنه مرحله بازگشته. امروز مطالبه برخی از بانوان در دنیا اینه که ما میخوایم برگردیم به هویت خودمون. یه مستندی رو موقعی تهیه کرده بود رسانه، خیلی مستند جالبی بود، مثلا با خانم‌های مصاحبه میکرد که اینا خانه‌داری میکردن، بچه‌داری میکردن در قرن، بعد اینها از جایگاه خودشون داشتن لذت میبردن، اینو یک زندگی لاکچری و ویژه میدونستن و مباهات میکردن که ما داریم زنانگی میکنیم. دیدین گاهی در این اتحادیه اروپا مثلا خانومی از نماینده است ولی یه آغوشی میبنده، بچهش رو میذاره توش، میره تو این پارلمان اروپا که فریاد بزنه من هنوز هویت زنانم رو میخوام حفظ بکنم، من زنم. یعنی فریادهای خاموش و آشکار به این سمت. ولی خب متاسفانه میدونید در کشور ما چون نظام نویسندگی و کتاب تحت تأثیر روشنفکری غلط هست، اینا کتاب ها رو گزینشی ترجمه میکنن، در اختیار جامعه قرار میدن. یعنی امروز انقدری که ما در جامعهمون کتاب درباره فمینیسم و تایید فمینیسم نوشته میشه و ترجمه میشه، سراغ کتابای آنتی فمینیست نمیرن، در حالی که امروز تو دنیا به شدت اون کتاب هم رواج داره، در ضدیت این تفکر داره قلم فرسایی میشه، کتاب های متعدد نوشته میشه، ولی متاسفانه جامعه روشنفکر نمای ما اینها به دنبال این هستن که اون تفکرات و خواسته های غلط خودشون رو به جامعه تحمیل بکنن، یه فیلتری میزنن کتابا رو اجازه ترجمهش رو نمیدن یا خودشون هم ترجمه نمیکنن. بله. و این امروز کتاب‌های آنتی فمینیست در دنیا جزو کتاب‌های پرفروش و مطالبه گرانه بانوان هستش. پس ببینید ما این هویت زنانه رو نیاز داریم. من گاهی اوقات در جمع خانوما میگم یه سوالی من شما دارم، شما اگر از خانه خارج بشید، شما رو بکشونن همون نقش مردانه رو تو جامعه به شما بدن، جای شما رو کی میخواد پر بکنه؟ یه آدرسی بدیم، ما بدیم سراغ اون فرد، اون رو بیاریم بگیم آقا جای شما رو پر بکن. نمیشه. جای مادر رو دیگه کی میتونه پر کنه؟ اون شاعر هم خیلی زیبا میگه اگر روزی بمیرد مادر من، ملک هم جای مادر را نگیرد. یعنی حتی ملائکه نمیتونن میان جای یک مادر رو برای فرزندی پر بکنن. بلذا این تعبیر رهبر معظم انقلاب که فرمودن بزرگترین ظلمی که غرب در حق زن کرد این بود که به زن گفت مثل مرد باش. و این ظلم واقعا ظلم فطری و حقیقی، یعنی هر انسان آزاداندیشی در هر جای دنیا به این جمله فکر بکنه میبینه یک جمله بسیار حقگویانه‌ای میتونه باشه. ببین بعضی از دختر خانم‌های حال حاضرمون شاید با این بخشاش خیلی مشکلی نداشته باشن ولی اون بخشی که خیلی داره از اون طرف هم هجمه میشه که اینو جا بندازه برای نوجوان‌ها و جوانای امروزی، مخصوصا خانم‌های ما، اونم این بخشه که توی بحث حجاب میگن که آقا ما چه فرقی با آقایون داریم؟ آقایون راحت، چرا آقایون باید اینقدر راحت باشن توی جامعه برخوردشون، پوشششون؟ چرا خانم ها نباید باشن؟ چرا ما باید اینقدر سختی رو تحمل بکنیم؟ میدونین ما حقوق برابر باید داشته باشیم. توی این بخشش که میگم از اون ور حالا فیلم ها و سریال ها و فضای مجازی و اینا هم دارن این شرایط رو مهیا میکنن، خیلی مورد اعتراض بعضی وقتا قرار میگیره. مثلا همین چند وقت پیش یه جریانی که راه افتاده بود و شعاری هم سر میدادن و زن و زندگی و آزادی و فلان، ازشون میپرسیدی که از مهمترین مطالباتشون اتفاقا همین این موضوع بود. حالا اون مطالبات مدنی و اجتماعی اینا بجاش، ولی خب اینا خیلی پررنگ بود. ببینید به نظرم این شعارها اصالت هم نداره. یعنی وقتی ما بهش فکر میکنیم میاندیشیم میبینیم حقیقتا اینجوری. من چند تا سوال دارم. بفهم. اولین سوال اینه که واقعا یعنی الان مردها لحاظ اون جنسیتی که مرد هستن موجودات راحتی هستن، راحت تر از زنها هستن، هیچ سختی رو تحمل نمیکنن؟ باید مرد باشن تا بفهمن ماجرا چی.
یعنی واقعا ببینیم. من گاهی اوقات مثلا میبینم برخی بنده های خدا، کارگرهای ساختمانی، دستفروش‌ها، مردا، مثلا یه بار هندونه عقب وانتش گذاشته کنار خیابون، سرما گرما باید بفروشه. خروجیش چقدر درآمده، چقدر اذیت میشه تو این. و واقعا ما مواجهیم باش. اولا این تفکر که ما باید راحت باشیم اصلا تفکر درستی نیست. شما ببینید هیچ روانشناس، جامعه شناس، اقتصاددان، فعال فرهنگی، فعال مذهبی، سیاسی، بالاخره کسانی که در حوزه سیاست، هیچ که دنبال این واژه نیست که باید راحت باشیم. ببینید ماهیت ماده اصلا سختیه. شما تو ماده راحتی نمیتونید ببینید. لذا مرحوم حضرت امام میفرمودن که دنیا با سختی ها عجینه. شما اگر جداش بکنین سختی رو، دیگه دنیا نیست، بهش میشه. و قرار این دنیا بهش باشه، دنیا قرار دنیا باشه. و اولا این یک شعاره که دنبال راحت طلبی خطا، انحراف فکری در بشره. همین شعارم امروز داره فقط آسیب بحث حجاب نیست. امروز شما ببینید چرا ما در کشور خودمون متاسفانه باید اینو بگیم، در چند سال اخیر فکر خودکشی در میان دختران جوان، حتی پسرها، اینقدر افزایش پیدا کرده. اقدام به خودکشی چرا اینقدر؟ چون این تفکر راحت طلبانه رو داریم به فرد القا میکنیم، میاد میبینه نه سخته، کم میاره. لذا کم میاره، چیکار میکنه؟ میخواد به زندگی خودش پایان بده. در حالی که ما میگیم یکی از شاخصه های زندگی و حیات دنیا تاباوریه، تحمل پذیری، سخت پذیری. شما ببینید امروز بلا استثناء تمام دانشمندان ما، بزرگان علمی ما، بزرگان مذهبی ما، حتی سیاسیون دنیا، اونایی که بالاخره در رأس هستن، اینا رو برین زندگی ها نگاه کنین، زندگی های سخت کوشانه‌ای داشتن. شما قاب فقط تلویزیون نبینید فردی میاد جلو این. شما بریم پای مثلا صحبت این رئیس جمهورهای کشور خودمون، مرحوم شهید رجایی رو ببینید که دست فروشی در بازار رو تجربه کرده، شهید رئیسی رو ببینید که دست فروشی رو تجربه کرده. یعنی شما وقتی نگاه میکنید این افرادی نمیتونن که از دل آسایش و راحتی بیرون آمده باشن. شما گاهی اوقات پای صحبت برخی از دانشمندان کشورمون بشین، مثلا خدا رحمت کنه دکتر حسابی رو برید بشین، یا همین الان پروفسور سمیعی رو بیاد اینجا، خاطرات زندگیش ببینید. آیا اینا از دل راحتی بیرون اومدن؟ خدا رحمت بکنه. من میشه میگم سردار سلیمانی از دل سختی بیرون آمد، نه دل راحتی و آسایش. من میگم اصلا این تفکر راحت خواهی و راحت طلبی یه تفکر انحرافیه که نسل ما رو هر چی میره جلوتر دچار چالش های بیشتر و مشکل. و الان اول دنبال آزادی پوشش بود، بعد به آزادی پوشش رسید نه اینم راحت نیست. ظاهرا فشارهای روحی و روانی روی زنهای بد پوشش و بد حجاب خیلی بیشتر. بله. بعد شما میگید حالا من یه آسایش جسمی رو دنبالش باشم بهتره یا آسایش و آرامش روحی؟ قطعا روح روان مهمتره. حالا اونجا هم نیست. شما ببینید حتی اون مشکل هم حلش کنی اینا دو گام میره جلوتر. مثلا امروز خیلی عذر میخوام جسارتش این جمله رو نباید اصلا ما رسانه‌ای بیان بکنیم، ولی خوبه من بگم. امروز شما به جوانی که همه امکانات داره، خونه داره، ماشین داره، شغل داره، میگی برو ازدواج کن، ببین تو جوابتون چی میگه؟ نگم من یه جوابش هممون میدونیم. بله قشنگ تو جواب میگه آدم برای یه لیوان شیر نمیره یه گاو بخره که. یعنی دنبال راحت طلبی و نمیدونه تونم راحتی نیست، میره یکم جلوتر بعد میبینه خسارت دنیا و آخره حقیقتا شده. خب این یعنی نتیجه همون شعار راحت خواهی و راحت طلبی که از دلش هرچی میرین جلوتر میرین آسیب های بیشتری جوشش میکنه. به نظرم این برمیگرده به هدف اصلی دشمن که از بین بردن نهاد مقدس خانواده است. چون اگه واقعا مرکز ثقل خانواده که زن هست رو تفکرش رو تغییر بدن، اون اساسی که وجود زن برای اون ساخته شده، محبت ورزی، مهر ورزی، تربیت فرزند، آدم، انسان سازی، دین به عهده زن، اون ازش بگیرن مثل مرد بیارن کف خیابون به خواستشون میرسه. من فراتر از این بگم، دشمن
اصلا میخواد انسانیت رو بگیره، احسن. نه خانواده رو. یعنی رضا مقام معظم رهبری فرمودن غرب فقط دشمن خانه و خانواده نیست، دشمن انسانیته. چرا؟ چون نظام سرمایه‌داری حاکم بر غربه. اینا دنبال دنبال ربات سازی هن. انسانها رو انسان نمیبینن، انسانها رو به عنوان یک سرمایه و پشتوانه برای نظام سرمایه‌داری میبینن. لذا حاضرن هر بلایی سر انسان بیاد. من یه سوال کوچیک بپرسم، به نظرم وقت من تمام 30 ثانیه اگر شما ببینید الان چرا مردم رو دارن قهوه خور میکنن؟ چرا؟ برای اینکه میگن مردم خواب به درد ما نمیخورن، ما باید خوابای اینا رو کم بکنیم، آدمای بیدار برای نظام سرمایه‌داری پشتوانن، نه آدمی که بخوابه به موقع بیدار بیشتر بشه. بشینه پای گوشی، بیشتر بشینه پای بازارگردی بکنه، خیابونگردی بکنه. بله اینها پناه بر خدا. خیلی ممنونم آقای تراشون عزیز. ببخشید که وقت کم بود، اونطوری که مفصل دلمون می‌خواست نشد. ان شاءالله اگر صلاح دونستین حالا تو برنامه روزهای دیگه میتونیم ادامه بدیم. خیلی ممنونم که تا پایان برنامه خودتون رو تماشا کردید. با اجازه این بانو، چون میدونم دوست می‌دارن که این کار رو انجام بدیم، یادی بکنیم از برادرشون همچنان انتهای برنامه و بعد با شما خداحافظی بکنم. عرض می‌کنم که شمس تبریزی اگر در دل مولانا بود، در دل ما بجز از شمس خراسانی نیست. الحمدلله رب العالمین. التماس دعا یا حق